مهربان. امروز الحمدلله ما و شما با خوشحالی باید گفت که امروز آغاز می شود مرحله دومی راه حالیم تا انشاءالله 3 کیلومتری دومش آغاز کردن. پیش از همه یکایک کارگرای جر زحمتکشا را و اینچنین اهل این دیار را از صمیم قلب به مناسبت آغاز مرحله دوم تبریک و تهنیت میگویم. و امروز به یک جایگی انشاءالله با جمع دوستا دست به دعا برداشته دعا میکنیم که الله مهربان این عمل خیر، این کار خیری که امروز آغاز کردن خداوند به خوبی به انجام رساندنش نصیب و روزی یکایک ما و شما بگرداند. الله مهربان پیشرفت و ترقیات و آبادی را همیشه نصیب و روزی این کشور و این ملت بگرداند. و پروردگار هر نفری که مسئولی که در این کار سهم خود را میگذارد خداوند در عمر و در جانشان برکت عطا کند. و پروردگار این راهی که امروز آغاز کردن هر چیز زودتر به خوبی به انجام رساندنشان نصیب و روزی این ملت و این کشور بگرداند. خداوند این ملت ما و شما، کشور ما و شما، مردم ما و شما رو یکی از ملت ها، یکی از کشورها، یکی از ملت های پیشرفت عالم بگرداند. به رحمتک یا ارحم الراحمین. سلامت باشید.